10 چیزی که در جنت دیده می شود. یکم، تو همه پیامبران را می بینی. دوم، خانه ات از طلا و نقره می شود. سوم، هر چیزی که می خواهی عملی می گردد. چهارم، در آنجا دریاها از شیر و عسل می شوند. پنجم، هر کسی را که دوست می داری با آنها خواهی بود. ششم، در آنجا نه شب می شود و نه روز. هفتم، شما خدمتگاران دارید که به شما خدمت خواهند کرد. هشتم، عرق بدنتان بوی مشک و عنبر می کند. نهم، در آنجا غم از گذشته و ترس از آینده نمی شود. دهم، از همه مهم دیدار الله نصیب می گردد انشاءالله. واه واه چقدر زیباست یا الله. جنة جنة هذا ما تمنى فالدنيا تبلى